شرط میبندم نمیدونی با یه برگه کاغذ کادو میتونی این کیف دستی جذاب رو درست کنی و موقع کادو دادن ازش استفاده کنی. این یه برگه کامل کاغذ کادو هست که برش داده نشده و یه کیف دستی 20x20 بهتون میده. به ترکیب رنگ روبان با کاغذ کادو دقت کنید تا کیفتون خوش رنگ و زیبا در بیاد. دکمه مشترک شدن یا همون سابسکرایب رو بزنید تا آموزش‌های بعدیمون رو بهتون نشون بده. امیدوارم از این آموزشم خوشتون بیاد و به بقیه آموزشامونم یه سر بزنید.